سلام دوستان عزیز، در این ویدیو میخواهم طرز تلفظ حرف ت را به شما آموزش بدهم. پس تا آخر ویدیو بیننده باشین و همچنان لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. چطور ما حرف ت را در زبان پشتو تلفظ بکنیم؟ ت از جمله حروف مخصوص زبان پشتو است، یعنی حروف خاص زبان پشتو است که تلفظ آن و مانند ت فارسی می باشه و زمانی که ما میخوایم تلفظ بکنیم باید سنگین‌تر و پرتر از ت فارسی تلفظ بکنیم. حالا شما به مثال ها توجه بکنین. مثلا توکه، توکه نمیگیم توکه، توکه یعنی پر و سنگین تلفظ میکنیم. توکه، توکه به معنی فکاهی. تولگی، تولگی صنف. تول همه، تول همه.